بچه ها، اسم قصه امروزمون هست خوردنی ها را دوست دارم. کتی غذایش را خورد و به مادرش گفت دست شما درد نکنه. مادر کتی را ناز کرد و گفت عزیزم، چرا هویج تو نخوردی؟ چرا فلفل شیرینی تو نخوردی؟ کتی گفت من هویج دوست ندارم، فلفل شیرین هم نمیخورم. کتی جان، چی شده عزیزم؟ چرا عطسه میکنی؟ شاید سرما خوردی. کتی گفت بهتره که کتی. اینجا نمیشه کتی. کتی گفت که بهتره که برم بخوابم و استراحت کنم. کتی روی تخت خوابش دراز کشیده بود، هنوز به خواب نرفته بود که صدایی رو شنید. همان صدا گفت سلامتی تو به خاطر ماست، نیرو و قدرت تو از ماست. اگه ما رو بخوری بزرگ و قوی میشی و همیشه سالم میمونی. اگه ما رو بخوری مریض نمیشی. کیتی یواش یواش از هویج خوشش اومد. او با فلفل شیرین هم دوست شد. روز بعد وقتی مادر صبحانه را آورد، توی بشقاب کیتی هویج و فلفل شیرین بود. هویج به کیتی چشمکی زد و گفت کیتی جان، ما رو بخور تا قوی بشی. فلفل شیرین هم گفت ما رو بخور تا بزرگ شوی. مادر خوشحال شد و گفت آفرین به دختر گلم، داری هویج میخوری؟ کیتی گفت بله مامان جان، میخوام بزرگ بشم، میخوام قوی و سالم باشم. از آن روز به بعد کیتی هر جا میرفت به همه بچه ها میگفت هر میوه‌ای مزه‌ای داره، هر سبزی بویی داره، آنها را با لذت بخورید. از میوه ها و سبزی ها بخورید تا بزرگ و قوی شوید. خوردنی ها را دوست داشته باشید. فکر نکنین بدمزن. اگه یک بار بخورید میفهمید که چقدر خوشمزن.